سرخط خبرهای مهم. مهاجران تاجیک رو بردند اما جواب دادند. گفتند شراب فروش و کار کن. در ازبکستان آشخانه های حلال را میبندند. و دخالت یا نصیحت، آیا مستقل بودن فرار از دخالت خانواده است؟ سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 اکتبر. مقامات روسیه نسبت به 21 مهاجر کوری برای زن و زنی گروهی در شهر زیلندولسکی تاتارستان پرونده شدند. حادثه روز 23 اکتبر امسال در توقفگاه شرکت ازان روی داده است. نشریه محلی ریالنه وریمیا با تکیه به منابعش نوشت که زن و زنی بین مهاجران از تاجیکستان و قزاقستان سر داده است. اما سفارت تاجیکستان در روسیه روز 25 اکتبر در اعلامیه خبر اشتراک تاجیکان را در این زن و زنی گروهی رد نمود. یک مهاجر تاجیک و شاهد حادثه به ذکر نام روز 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت جنجال اساساً بین زادگان قزاقستان و ترکمنستان برای وسیله بارکشی سر زد. همصحبت ما افزود مهاجران تاجیک و ازبک در آنجا کار می‌کردند و دیرتر بعضی از آنها با زن و زنی همراه شدند اما نقش اساسی نداشتند. ماموران میلیسا برخی از مهاجران تاجیک را هم دستگیر کرده بردند. بعضی را جواب دادند، بعضی دیگر را هنوز نه. گفت این مهاجری که شاهد واقعه بوده است. رئیس سازمان ملی و فرهنگی تاجیکان در تاتارستان 25 اکتبر گفت ماموران پلیس برای معلوم کردن سبب‌های زن و زنی کارگران آزان از جمله تاجیک‌ها را به بازپرسی برده بودند. میرعلی جانبویف در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که چون مهاجران تاجیک در حادثه دست نداشتند زود رهایشان کردند. وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر داد که تنها در یک هفته اخیر 2 مورد دست به جنایت زدن نابالغان ثبت شده است. بنا به معلومات وزارت یک نورس 15 ساله همسالش را با کار زده و 2 دختر 15 ساله برای دزدی دستگیر شدند. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت، کارمندان میلیسیا نابالغ دختر 15 ساله ساکن شهر دوشنبه را با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کردند. گمان بر شونده شب 22 اکتبر به یگانه اساس از حسیات افباشی با دیگر نابالغ 15 ساله ساکن پایتخت مناقشه کرده او را یک مرتبه با کار زده است. جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. همچنین در شهر وحدت بعد شکایت زن 27 ساله ساکن این شهر عاید به دزدیده شدن جواهراتش در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2 نابالغ دختر 15 ساله که نیز ساکنان همین شهر بودند همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر شدند. ضرری رسانده شده 18,000 سومانی را تشکیل داده. مقامات میگویند تفتیش این حادثه ها ادامه دارد. نظر بازداشت شده ها دسترس نیست. ماه اوگوست امسال وزارت خبر داد که در نیم سال اول سال 2023 در تاجیکستان 258 جنایت از طرف نابالغان یا با اشتراک آنها صادر شده است. این رقم در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 173 جنایت کم بوده است. مقامات ازبکستان کمش 10 آشخانه به اصطلاح حلال را در شهر تاشکند بستند. جاهایی که نمازخانه دارند و به مشتریان شراب نمیفروشند. ماموران امنیتی به صاحبکاران گفتند در صورت فروش شراب می توانند دوباره در آشخانه های خود را کشایند. مالکان چند طرفخانه حلال به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند آشخانه های آنها ماه اکتبر امسال در پی عملیات ماموران میلیسا امنیت، انداز و خدمات بهداشتی بسته شد. با نقل صاحبکاران مقامات برای گذراندن رید هیچ سند نشان ندادند. آنها گفتند شراب بفروش و به مشکل کار کن، گفت صاحب یکی از طرفخانه های بسته شده در تاشکند. این در حالی است که به قول همصحبت بخش ازبکی رادیو آزادی آنها قاعده های بهداشتی را رعایت می کنند، بیناها را آزاده نگاه می دارند و کارگران با لباس سفید می گردند. مقامات ازبکستان بستن طرفخانه های به اصطلاح حلال را تا حال شرح ندادند. برخی جوانها می خواهند که در زندگی مستقل باشند، اما والدان میگویند با جوانان باید زندگی را آموخت. بعضی میگویند زندگی یک جای با خانواده تربیت میکند و به منفعت آنهاست. برخی برعکس عامل سر زدن نافهمی ها میان عائله های جوان همین دخالت خانوادگی را مثال میارند. این نوبت ساکنان در یک نظرسنجی سر راهی پاسخ دادند که دخالت خانوادگی چیست. متاسفانه جوانان حاضر دخالت از نصیحت فرق نمیکنن. وقتی که ما نصیحت میخوایم بکنیم شونه و یا مورد دیگه خیر قبول میکنن، ما میگن که شما در زندگی ما دخالت کردید.
اما نصیحت میخواهیم کنیم جوانای حاضره، لیکن فهمیشی و ها نه اونقدر نقص خوب است. بعضی جوانان هستند که آنها میخواهند که در زندگی خودشان مستقل شوند و مقابل این نمیبراین پدر مادران با بعضی سبب‌های هستند که یعنی به خاطر که زندگی خوب گذرانند آنها یعنی به گپ زنهایشان میکنند. در اینجا سبب‌ها گوناگون شده میتوانند. به خاطر باز از همه سبب بهترینه که هستند این مستقلیت بودن خودشان هستند که میخوان مستقل شوند آنها در زندگی. باز جوانای حاضره چی گفته میشه؟ یکون چی میگه جنجال دا میخیزن. پیشتره یک کلون یا چی میگه سر خام میکرده ایدیم کور بار میشده. حوازی چی؟ همش فقط خورده گشته سر لباس کرده. همین که کوره است. جوانا دا دیگه چی گفته میشه؟ خداوند انصاف شونتا. Некоторые говорят, что там родители против, до زندگی ما خوش میشن. یکمش پدر مادر هیچ وقت بدی نمیخواد به فرزندای خودش. انا دیمش خیلی خشتمان حق داره مثال خیلی جنگ میکنه زندگی پستی و بلندی داره خشتمانش دهن گپ مثال نگد تک جنی پیدیات گفتی گپا مقصد باید حق دارن باید امید فرزند کلون کردیم پگم مثال باز اندور شد باید عدیل زندگی کنن خیلی نمیشن اگه دخلات میگیرم فرزندو را غم تمساش میکنن همین سببش در چیه که مثلا که کلی قطعی خشتمان ساز نمیگیره خشتمان قطعی کلین من گفتم دخلات نکنین و گفتن که برای توبت لیچن یا غیر از خود میشود سرشته دیگه شبگی مثلا این خیلی کردن نکرده خدمت مثلا چند دختر دارد مثلا در کار نیستم خیلی کار بیشتر کاره آدم باید خیلی نمیشه پدر مادر همه بفهمین همین تلفن‌های موبیلی هم خشیدگی هم فرزندو مثال اول تلفن نبود وقتای مادر گپی مادر و پدر هم میگرفتیم یکم نامعقولی نمیکردیم بازی دیگه تلفن ها برو اومده هر کاری که خواهن فرزندو میکنن. بیننده های عزیز به نظر شما دخالت چیست و چرا برخی جوانان مشورت والدین و خانواده را هم دخالت می‌یابند؟ قرقیزستان اجازه نداده است که یک شهروند بازداشت شده‌اش در روسیه به مقامات تاجیکستان سپرده شود. در این باره روز 25 اکتبر امبودسمن یا حقیقتچی قرقیزستان خبر داد. به اطلاع او جانب تاجیکستان IA را 10 سال پیش تحت پیگرد بین‌المللی داده بود ولی با کوشش امبودسمن و وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روسیه او را از بازداشت رها کرد. به خبر وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان IA سال 2013 از تاجیکستان به قرقیزستان کوچیده شهروندی گرفته است. او قرقیزتبار و از ناحیه مرغابی ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده سالهای 2010 و 13 در صف نیروهای مسلح تاجیکستان به حیث افسری قراردادی کار کرده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 26 اکتبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان بر اساس قانون بحث برانگیز پیشوای ملت به تأسیس فوند پیشوای ملت راه گشود. این قانون 2 سال بعد به تصویب رسید و بنابر آن قرار است بعدی از مقامش رفتن رئیس جمهور همه ساله به فوند پیشوای ملت 0.2% پول بودجه روانه گردد. قانون میگوید این مبلغ‌ها به کارهای خیریه خرج میشوند و تنها به پیشوای ملت تعلق دارند. قانون پیشوای ملت را برای تأمین یک عمری رهبری امام علی رحمان در قدرت همچون یک قرار غیر دموکراتی انتقاد میکنند. گزارش داده نشده است که حالا این فوند وجود دارد یا نه و سرمایه آن به چیها صرف می شود. 26 اکتبر سال 1952 آوازخوان تاجیک مستانه ارگشت و تولد شده است که بیشتر با اجرای 6 مقام سهمش در تأسیس و رشد دسته دختران دوتار نواز معروف شده. ده ها شاگرد را در کنسرواتوری ملی تربیت کرده است. هنر او را میرزا ترسونزاده ستایش کرده است و خود او گفته است هیچگاه مدح اثران نبود و با سراییدن زنده نفنگرام برتری می‌دهد. 26 اکتبر سال 1950 زادروزی آوازخوان تاجیک دولتمندی خال است. دولتمندی خال از روی پیشه معمار است اما با گفته هنرشناسان عمر خود را صرف بنیاد کاخ فلک کرده است و در نیمه سالهای 1970 به صحنه آمده با صدا و آهنگ‌های خاصش شهرت یافت. اکثر آهنگ‌هایش با محبت و اشعار مولانا رومی ایجاد شدند. او هنرمند مردمی تاجیکستان بوده راهبری دسته دولتی فلک را به عهده دارد.
بانک ملی قرب ارز خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. روبل روسی به تغییر باقی مانده 1000 روبل به 117 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1159 سومانی برابر است. بینندگان عزیز، تشکر که تا این لحظه با ما بودید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر، خدا نگهبانتان.